4 کیلومتر دورتر از زمین ژاپن، یک میدان هوایی بزرگ و زیبایی در بحر این کشور در حالت شنا قرار گرفته است. این میدان به اندازه بزرگ است که حتی توسط ایستگاه فضایی بین المللی دیده می شود. این میدان هوایی نه تنها بزرگترین میدان هوایی ساخته شده در بحر است، بلکه پلی که این میدان را با خشکی ژاپن وصل می کند نیز طویل‌ترین پل دنیا به شمار می رود. طراحی و دیزاین این میدان در آن زمان در مکانی صورت گرفته بود که بر علاوه میدان هوایی بزرگترین جزیره ساخت دست بشر نیز به شمار می رفت. این میدان شاهکاری از انجینری بشر تلقی می شود که با هزینه 20 بیلیون دلاری ساخته شده است. ولی در زمان ساخت و ساز این میدان زیبا و بزرگ چی خلای باقی ماند که امروزه آب این بحر بالای آن زورآور شده و رفته رفته آن را میبلعد و غرق میکند. ژاپن چرا زمین را گذاشته و این چنین میدان زیبا و بزرگی را در بحر ساخت و ساز کرده است؟ اکنون انجینیران این کشور چه پلان و برنامه‌ای برای نجات این میدان از نفس ظالم و زبردست بحر دارند؟ یک بار دیگر به سایبر تیوی خوش آمده اید عزیزان. برای حمایت از ما و نشر ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگوله را فشار بدهید. ممنون. عزیزان، وقتی ما از کشورهای دارای تکنولوژی مدرن آینده و انجینیری های شگفت‌انگیز و پیشرفته صحبت کنیم، امکان ندارد نام ژاپن را از لیست فراموش کنیم. اولین قطار سریع السیر به نام توکایدو شینکانسین را ژاپن بعد جنگ جهانی دوم، درست 18 سال بعد از تباه شدن در اثر بمب اتم، راه اندازی کرده و تمام دنیا را حیران گردانید. بقیه دنیا صرفاً در مورد ضربه‌گیرهای موتران صحبت می کنند، مگر ژاپن آن کشور واحد و یکتازی است که به منظور مقابله با زلزله‌های مرگبار تاریخی مجبور به استفاده ضربه‌گیر در ساختمان‌هایشان نیز می باشد. این گونه هم نیست که هر تیر ژاپن درست به نشانه خورده و یا هر پلان این کشور موفق گردیده باشد. اصلاً پروژه های انجینری که یا ناکام میمانند و یا هم خلاهای در آن به اثر فراموشی و کم توجهی کارکنان به وجود می آید. همین گونه اشتباهات و خلاها در زمان ساخت و ساز میدان هوایی بین المللی کانسای نیز صورت گرفته است. این میدان درست 50 کیلومتر دورتر در مکانی ساخته شده است که نزدیک به شهرهای کوبه، اوساکا و کیوتو می باشد که هر کدام این شهرها قبلا دارای میدانهای هوایی بزرگ و مفشن می باشند، ولی به دلیل افزایش روز به روز جمعیت ژاپن و صعود و رونق اقتصادی این کشور، ضرورت به ساخت میدان دیگر نیز در این مکان احساس می شود. موضوع این است: از یک طرف میدان هوایی که قبلا در این مکان ساخته شده بود، 4 طرف آن آبادی صورت گرفته و هیچ گزینه‌ای برای بزرگ کردن و وسعت بخشیدن آن وجود ندارد، و از طرف دیگر زمین‌های خالی کانسای که در گوشه و کنار این میدان وجود دارد مورد کشت و کار کشاورزان قرار گرفته که هرگز اجازه ساخت و سازی را در آن برای کسی نمی‌دادند. ژاپن به منظور سرعت بخشیدن به صادراتش و پذیرایی بهتر توریستان خارجی ضرورت به یک میدان بزرگ و زیبای دیگری نیز داشت که جز خلیج اوساکا مکان دیگری برای ساخت و ساز آن در دسترس نداشت. این قسمت خلیج اوساکا تقریباً 60 متر عمق دارد، به این معنی که قبل از ساخت میدان باید اولاً در اینجا آیلند یا زمین هوایی ساخته شود. ساخت و ساز میدان هوایی بین المللی کانسای درست در سال 1987 آغاز گردید که در آن زمان فقط 8 بیلیون دلار به آن تخصیص داده شده بود، ولی بعداً به دلیل عوارض اجباری و جانبی این رقم به 20 بیلیون دلار تغییر عدد کرد. ولی اگر این میدان در زمین ساخته می شد، مصرف آن از این رقم هم بالاتر می رفت، زیرا به خاطر ساختن این میدان به زمین‌های زیادی ضرورت بود که باید از زارعین به 2 چند قیمت خریداری می گردید. زارعینی که هرگز حاضر به فروش زمین‌هایشان
و قیمت پایین نبودند. انجینیران برای ساخت میدان هوایی کانسای 2 آیلند یا زمین هوایی را دیزاین نمودند که یکی آن 4 کیلومتر و دومی آن 5 کیلومتر طول داشت. این هر دو زمین هوایی به واسطه یک سیوال یا دیوار دریایی عظیم ایستاده گردیده بود. در این منطقه بحر تقریباً 60 فیت عمق دارد که برای پر کردن آن 750 میلیون فوت مکعب خاک کوه کنده شده و در آن سرازیر گردیده است. ژاپن قبلا نیز چنین زمین‌های هوایی زیاد ساخته بود، ولی این چنین زمین هوایی که 4 کیلومتر از خشکی ژاپن دور و در قعر بحر وجود داشته باشد کافی چیز عجیب و نوعی بود برای انجینیران این کشور. پس هویداست که خالی از خطا و خلا برای آنها نبوده است. انجینیران از گل و خاک موجود در عمق این بحر نمونه‌ای گرفته و آن را مورد آزمایش و حسابات ریاضیکی قرار دادند. بعداً بعضی از دانشمندان به این نتیجه رسیدند که این میدان هوایی در عمق 19 فیت بحر جابجا یا استقرار خواهد شد و ایده دیگر می گفتند که این میدان قابلیت جابجایی در 25 فیت دریا را نیز دارا می باشد. تعجب آور این است که مقامات و انجینیران به منظور صرفه‌جویی و مصرف کم پول این میدان را برای عمق 19 فیت دیزاین نمودند که همین تصمیم بزرگترین غلطی آنها به شمار می رفت. اولین گام ساخت و ساز این میدان سخت کردن کف اقیانوس بود. 10 هالک پایپ و گادر قوی و مستحکم آهنی در این اقیانوس فرو برده شده و به اهتزاز درآمد. به وسیله همین اهتزازات بود که کف دریا نهایت سخت شده و آماده ساخت و ساز گردید. به منظور جذب بهتر آب در لوله‌های ایجاد شده مواد خاصی به کار برده شد. از طرف دیگر برای ساخت دیوار عظیم دریایی 26 کیلومتری به مقدار 48,000 بلوک کانکریتی مورد استفاده قرار گرفت. برای مقاوم بودن این دیوار بزرگ از آهن جعبه‌های بزرگ ساختند و داخل آن را با بلوک‌های کانکریتی پر نمودند. هدف ایجاد این دیوار مستحکم همانا محافظت میدان هوایی از هر نوع تندباد ویرانگر و موج‌های بزرگ دریایی بود. رفته رفته جاهای خالی این دیوار عظیم را با ریگ و خاک نیز پر نمودند که باعث گردید این زمین هوایی 65 فیت از سطح دریا بلند گردد. بعد از ساخت زمین هوایی کارمندان آغاز به ساخت و ساز میدان هوایی و رنوی آن نمودند. در پهلوی آن در سال 1990 پل ارتباطی اوساکا تا میدان هوایی را نیز ساختند که نزدیک به 1 بیلیون دلار هزینه برداشت. فرو رفتن این زمین هوایی در آب برای انجینیران چیز معمولی بود، ولی آنها فکر می‌کردند که این فرو رفتن صرفاً تا 19 فیت دوام خواهد کرد، بیخبر از آن که زمین هوایی قبلاً در زمان ساخت و ساز 34 فیت درون آب فرو رفته بود. زمین هوایی که 65 فیت از عمق آب بالا ساخته شده بود، پیش از راه اندازی میدان هوایی تقریباً 34 فیت بلندیش را از دست داده بود. در این هیاهو انجینیران پیش بینی نمودند که این زمین هوایی 50 سال بعد 13 فیت در عمق آب فرو رفته و کاملا استقرار و جابجا خواهد شد که برای نجات از سیلاب‌های شدید 13 فیت فرو رفتن میدان در آب ضروری و حیاتی پنداشته می شود. ولی پیش بینی انجینیران غلط ثابت شده و این فرو رفتن در 50 سال نه بلکه در 10 سال به وقوع پیوست. حیرت آور است. بله عزیزان، قبل از راه اندازی ترمینال دوم میدان زمین هوایی یا آیلند ایجاد شده 52 فیت در آب فرو رفته و فقط 13 فیت به غرق شدن آن باقی مانده بود و اکنون این میدان در بدترین حالت خودش قرار گرفته و روز به روز در حال غرق شدن است. پیش بینی می شود که این میدان تا سال 2056 13 فیت باقی مانده را نیز طی کرده و کاملا غرق خواهد شد. به منظور جلوگیری از این فاجعه انجینیران همه روزه مصروف بلند کردن و ضخیم کردن دیوار دریایی این میدان هستند که تا اکنون 150 میلیون دلار در این پروسه به مصرف رسیده است.
لیکن به منظور نجات این میدان بزرگ نه تنها بالای دیوار دریایی مصرف صورت می گیرد، بلکه در پهلوی آن در پایه های عظیم این میدان هوایی جک های هیدرولیکی نیز نصب گردیده است که دو سال در میان 1.5 اینچ پایه ها را از سطح آب بلند می سازد. این کار اگرچه خطر غرق شدن میدان را از بین نمی برد، ولی اندک باعث کاهش آن می شود. به منظور نجات این زمین هوایی و میدان موجود در آن، هر اقدامی که از طرف ژاپن صورت می گیرد یک اقدام تشریفاتی و عوارضی به شمار می رود، زیرا برای ژاپن هویداست که یک روز بالاخره این میدان از دسترس خارج گشته و غرق خواهد گردید. این کشور هر سال میلیون ها دلار به مصرف می رساند تا اگر امکانی وجود داشته باشد از یک طرف میدان را نجات بدهد و از طرف دیگر وقت و زمان را خریداری نماید تا با استفاده از این وقت و زمان بلاعوض میدان کانسای میدان دیگری ساخته و جای آن را پر نماید. از یک طرف خطر غرق شدن این میدان همه ساله بالا می رود و از طرف دیگر وضعیت آب دریا همه ساله طغیانی تر می شود. در سال 2018 در شهر اسکا طوفان خطرناک به نام جیبی حمله ور شده بود. این طوفان آنقدر شدید بود که در ظرف 10 روز عمق آب بحر را بالا برده و تمام آب را داخل میدان بین المللی کانسای نمود. رنوی میدان از آب پرگردیده و نقصان عظیمی به این میدان رسید که به منظور این واقعه تمام پروازها و خدمات میدان به مدتی متوقف گردیده بود. اگرچه میدان هوایی کانسای در حال غرق شدن است، ولی ژاپنی ها این پروژه ساخت دستشان را شکست خوردن نه، بلکه یک پروژه پیروزمندانه و موفقانه تلقی می کنند، زیرا آنها کاری را انجام دادند که تا اکنون هیچ ملت و دولت دیگری در جهان جرأت انجام دادن آن را ندارد. امید است یک بار دیگر این ویدیوی کوچک و معلوماتی ما مورد پذیرش شما خوبان قرار گرفته باشد. منتظر لایک و کامنت های پر از محبت شما عزیزان خواهیم بود. تا ویدیوی دیگر، الله نگهدار.